تا حالا شده یک کاری رو با انگیزه خیلی بالا شروع کنی ولی بعد چند روز یا چند هفته دیگه سراغش نری؟ مثلا 2-3 روز بری باشگاه بعد دیگه ادامه ندی، یا بخوای هر روز کتاب بخونی ولی بعد یه هفته دیگه حتی کتابو نگاه هم نکنی. خب اگه این اتفاق برات افتاده باید بهت بگم که تنها نیستی. تو این ویدیو قراره دقیقاً بررسی کنیم که چرا اکثر آدما شروع میکنن ولی ادامه نمیدن و از اون مهمتر چطوری این چرخه رو بشکنی. همیشه گفته میشه هر طوری که شده شروع کنیم. تا حدودی هم واقعا درسته، ولی واقعیت اینه که شروع کردن آسونه، چون تو اون لحظه انگیزمون بالاست. یا یه ویدیوی انگیزشی دیدیم، یه کتاب خفن خوندیم، یا یکی رو دیدیم که تو اون مسیر موفق شده و خب ما هم میخواستیم مثل اون بشیم. حتی در یک سری از زمانها از نظر فصلی مثل شروع بهار، مود یا همون خلق درونی ما حالت الیویت یا بالا یا حالت مانیا پیدا میکنه و احساس خوشی و خلق بالا داریم. اون لحظه مغز ما پر از دوپامین میشه، انگار یه انرژی عجیبی میاد سراغمون، ولی این انرژی دوام نداره. چند روز که میگذره زندگی برمیگرده به حالت عادی، انگیزمون کم میشه و حال نداریم ادامه بدیم و اینجاست که 90% آدما جا میزنن. خب بذارید چند تا دلیل واقعی که باعث این شرایط میشه رو با هم بررسی کنیم. دلیل اول، وابسته بودن به انگیزه. خیلیا فقط وقتی کار میکنن که حال داشته باشن، ولی واقعیت اینه که حال خوب ساختنیه، نه منتظر اون موندن. باید بدونیم انگیزه یه سوخت مقطعیه. اون چیزی که واقعا مهمه عادت و دیسیپلینه. یعنی حتی وقتی انرژی و حوصله کافی نداشته باشیم به خودمون یاد بدیم که باید ادامه بدیم. دلیل دوم، نداشتن برنامه مشخص. فقط گفتن این که میخوام زبان یاد بگیرم یا میخوام فیت بشم کافی نیست. اگه دقیق ندونی کی، چطوری، چقدر باید انجام بدی، ذهنت زود خسته میشه و باعث میشه که خب اون کار رو رها کنی. دلیل سوم، توقع غیر واقعی. میخوای تو یه هفته معجزه بشه ولی نمیشه، خب ناامید میشی، در صورتی که موفقیت‌های واقعی قدم به قدم ساخته میشن. یه جمله هست که میگه تو دستاوردهای بزرگ رو نه توی یک روز ولی با تکرار هر روز میسازی. دلیل چهارم، ترس از شکست یا قضاوت بقیه. خیلی وقتا خودمون نمیدونیم ولی توی ناخودآگاهمون از این میترسیم که نتونیم و به اون چیزی که توی فکرمون هست نرسیم، یا اینکه بقیه مسخرمون کنن. این ترس باعث میشه که ناخودآگاه مسیر رو ول کنیم. خب حالا بریم سراغ اصل کار. چطوری این مشکل رو حل کنیم؟ راه حل اول، روتین سازی به جای انگیزه. کاری رو که میخوای انجام بدی بیار توی برنامه ثابت روزانه. حتی اگه کم باشه مهم اینه که تکرار بشه. راه حل دوم، از کوچیک شروع کن. نخوای یک دفعه همه چی رو تغییر بدی. قانون 2 دقیقه خیلی کارسازه. فقط بگو من 2 دقیقه این کار رو انجام میدم. وقتی شروع کنی خیلی وقتها بیشتر اون کار رو انجام میدی. راه حل سوم، پیشرفت تو ردیابی کن. یه دفترچه داشته باش یا از یه اپ استفاده کن. وقتی پیشرفتت رو ببینی انگیزت بیشتر میشه و مغزت حس رضایت میگیره. انجام دادن این کار به صورت چک لیست، به این صورت که چه روزهایی اون کار رو انجام دادی و اینکه چند درصد از اون کار انجام شده. این میتونه خیلی بهت کمک کننده باشه. راه حل چهارم، به خودت جایزه بده. اگه یک هفته یه عادت خوب رو نگه داشتی، یه جایزه کوچیک به خودت بده.
مثلا دیدن یه قسمت از سریالی که دوست داشتی ببینی یا هر کاری که دوست داشتی انجام بدی و خب به خاطر اون کاری که می‌خواستی انجام بدی داخل برنامه‌ت نبوده. اینطوری ذهنت لذت رو با تلاش کردن گره میزنه. راه حل پنجم، یادآوری هدف اصلی. هر چند وقت یک بار به خودت بگو چرا این مسیر رو شروع کردی. اون هدف اصلی رو جلوی چشمت همیشه داشته باش. شروع کردن شاید جذاب باشه، ولی اون چیزی که موفقیت رو میسازه ادامه دادنه. یادت باشه مسیر رشد مثل یک دوی ماراتونه، نه دوی 100 متر. قرار نیست سریع باشی، قرار نیست کامل باشی، فقط باید ادامه بدی. پس اگه الان یه کاری رو ول کردی مشکلی نداره، دوباره شروع کن، اما این بار با برنامه و با ذهنیت درستی که ساختیم. یادت نره که اونی که ادامه میده همیشه جلوتر از اونی میمونه که فقط شروع کرده. همیشه به یاد داشته باش که موفقیت یک فراینده، نه یک اتفاق یک شبه.